به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد. السلام علیکم دوستان عزیز و گرامی. امام ابو نعیم اصفهانی در کتاب نفیس خود حلیة الاولیا از مالک بن دینار، یکی از عابدان و زاهدان تابعیان و یکی از شاگردان یار بزرگ پیامبر صلی الله علیه وسلم، شاگرد انس بن مالک ابن دینار که سال 127 هجری از دنیا گذشتند، نقل می آورد که ایشان می گفتند خرج اهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا اطيب ما فيها. قالوا وما اطيب ما فيها؟ قال معرفة الله تعالی. یعنی این امام زهد و تقوا، یکی از امامان تابعیان، می گفتند اهل دنیا بیچارند، به دنیا آمدند، از اینجا رفتند، ولی خوشترین لذت دنیا را نچشیدند، ندیدند. پرسیدند خوشترین لذت دنیا چی باشد؟ گفتند معرفت الله تعالی، معرفت خداوند عزوجل، شناخت درست خداوند، احساس قرب با خداوند، احساس انس با او تعالی. این خوشترین لذت دنیاست که اهل دنیا این لذت را ندیده از دنیا رفتند. دوستان گرامی، آنگونه که اکثر مردم میپندارند خوشترین نعمت‌های دنیا این قصر با شکوه و ماشین‌ها و سواره‌های نرم و جاه و منصب بلند نیست. این چیزها به تنهایی انسان را سعادتمند نمی‌سازند. اگر قلب انسان از معرفت خداوند تهی باشد، روح انسان از احساس قرب و انس با خداوند عزوجل تهی باشد، حتی در بهترین شرایط مادی نیز قرار گیرد، خوشبخت بودن نمی‌تواند. در راحت درونی، در بالیدگی روحی بودن نمی‌تواند، چون که در باطن انسان احتیاج است، فقر است که بجز معرفت خدا، بجز انس خدا، بجز قرب خدا، آن احتیاجمندی را چیزی دیگر برطرف کرده نمی‌تواند. یک تشنگی در باطن انسان وجود دارد که بجز چشمه طاعت و ذکر خدا هیچ چیزی دیگر آن تشنگی را برطرف ساخته نمی‌تواند. از این سبب است که میگویند فقیر کسی است که تنها مال دارد، به جز مال چیزی دیگر ندارد، طاعت ندارد، ذکر ندارد، آشنایی با قرآن ندارد، رفت و آمد به مسجد ندارد، تنها مال دارد. این فقیر است، محتاج است، چون که از بهترین و ارزشمندترین گنجهای این دنیا که شناخت خداست، احساس قرب خداست، احساس لذت بردن در سجده پیش خداست، از این چیزها محروم است بیچاره. تنها مال دارد. تنها راه رسیدن به سعادتمندی در دنیا و آخرت، راه رسیدن به خاطر جمعی و بالید روحی، تنها راه طاعت خداوند است. راهی است که خداوند عزوجل توسط پیامبرانش به کتاب‌هایی که نازل کرده به مردم آن راه را نشان داده است. الا بذکر الله تطمئن القلوب و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. همانا به ذکر خدا، به یاد خدا دلها آرامش می‌یابند و هر کی از ذکر من، یعنی از قرآن، رو گرداند، زندگی تنگ برای او نصیب می‌گردد، در تنگی روح و روان قرار می‌گیرد، لذت دنیا را، خوشی دنیا را احساس نمی‌کند. آغاز این راه، یعنی راه طاعت خدا، راه شناخت خدا، آرامش روح و روان است و انجام آن، آخر آن، سعادت جاودانی در بهشت خداوند است. از این سبب چون مالک ابن دینار، این امام زهد و تقوا، این عارف بزرگوار، از بس که به جنت یقین رسیده بود، به خوشترین لذت دنیا که خوشی، احساس قرب خدا، احساس انس خداست، لذت طاعت و عبادت است، به این نعمتهای بزرگ، به این لذتهای معنوی که از لذتهای مادی به مراتب بالاست رسیده بود. به اهل دنیا چون نگریست شفقتش آمد. اهل دنیا که گمان کردن سعادت و خوشی در قصر با حشمت داشتن است، در ثروت بیشتر جمع نمودن است، پشت این چیزها رفتن و از خوشترین لذتها خود را محروم ساختن. مالک بن دینار به حال آنان شفقت کرده گفت اهل دنیا بیچاره‌اند، به دنیا آمده می روند ولی خوشترین لذت دنیا را نمی بینند که آن خوشی طاعت و عبادت است، لذت معرفت خداوند است. هر که عشق مصطفی سامان اوست،
بحر و بر در گوشه دامانی اوست، در حفظ و امان خداوند باشید.